ساخت کتابخانه کودک، اونم تو دهه 40، حرکت رو به جلو مترقیانه یک زن جوانی به اسم لیلی امیر ارجمند اونو کلید میزنه. زنی که به عنوان قهرمان پنهان تاریخ سینما انتخاب و ازش تقدیر میشه. با من همراه باشید تا او رو بهتر و بیشتر بشناسید. لیلی جهان‌آرا که بعدها با ازدواج با شاهرخ امیر ارجمند به لیلی امیر ارجمند معروف شد، در 16 مهر 1317 در تهران به دنیا اومد. لیلی دوره ابتدایی رو در مدرسه ژان دارک گذروند، جایی که فرح دیبا، ملکه آینده ایران، هم مدرسه او بود. دوره دبیرستان رو همراه فرح دیبا در مدرسه رازی گذروندن و این دوستی تا پایان سلطنت پهلوی در ایران و حتی بعد از انقلاب هم ادامه داشت. لیلی در رشته ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و سپس برای ادامه تحصیل به امریکا میره و در دانشگاه راتگرز رشته علوم کتابداری و ادبیات کودکان میخونه و بعد پایان تحصیلات به ایران برمیگرده و به مدت 3 سال مدیر کتابخانه دانشگاه ملی میشه. از سال 1339 تا 1342 در دوره رئیس کتابخانه شرکت ملی نفت ایران و استادیار کتابداری دانشگاه تهران هم بود. سپس از سال 1353 تا 1357 به پیشنهاد وزیر علوم و تایید محمد رضا شاه پهلوی به عضویت شورای آموزش کشور منصوب شد. لیلی 2 بار ازدواج کرد. همسر اولش مالک کارخونه جیر در جاده قدیم تهران به شهر ری بود و وضع مالی خوبی هم داشت، ولی خب ازدواجشون به جدایی کشید و لیلی مدت‌ها به تنهایی زندگی کرد تا اینکه در سال 1345 با حسین علی یا همون شاهرخ امیر ارجمند که در دانشگاه تهران استاد فیزیک بود و در روزنامه اطلاعات اون زمان هم مقاله نویسی می‌کرد ازدواج می‌کنه و بعد اون به لیلی امیر ارجمند معروف میشه، تا اینکه یک ملاقات سرنوشت لیلی و خیلی های دیگر رو تغییر میده که نقطه شروعش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود. ممنون میشم برای حمایت کانال ویدیو رو لایک کنید. دوستی لیلی با شهبانو فرح مسیر شکلگیری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو هموار میکنه. داستان کانون با رویای داشتن یک کتابخانه شروع میشه، ولی خیلی زود تبدیل به مرکزی برای تولید محصولات متعدد فرهنگی مثل کتاب، فیلم، موسیقی، تئاتر، قصه های صوتی و انیمیشن میشه. جایی که هنرمندانی مثل بهرام بیضایی، فرشید مسخالی، امیر نادری، ناصر تقوایی، عباس گیارستمی، حسین علیزاده و خیلی ها از جوانای مستعد رو کنار هم جمع میکنه تا برای رشد فرهنگ کودک ایرانی کاری کنن. لیلی با صمیمیترین دوستش که حالا دیگه شهبانو و ملکه ایران شده بود صحبت میکنه و تقاضا میکنه موقعیتی به او داده بشه تا بتونه یک کتابخونه برای بچه‌ها درست کنه که فقط مخصوص بچه‌ها باشه. شهبانو فرح هم از این ایده به خوبی استقبال میکنه. پارک فرح که بعدها به پارک لاله مشهور شد در زمین‌های جلالیه در دست احداث بود و شهبانو فرح دستور داد یک قطعه زمین در اونجا در اختیار لیلی بگذارن و به این ترتیب ساخت اولین کتابخونه کودک در ایران شروع میشه. به قول لیلی که گفت فکر نمی‌کردم این کتابخونه تبدیل به یک مرکز فرهنگی بشه. ما فقط می‌خواستیم یک کتابخونه داشته باشیم. از همون روزای اول و بعد از تموم شدن ساختمان کتابخونه به این نتیجه رسید که فقط یک کتابخونه کافی نیست و باید در سطح شهر و حتی شهرهای دیگه ایران هم چندین کتابخونه ساخته بشه. اون زمان تصور نمی‌کرد کارشون تا این حد وسعت پیدا کنه و تبدیل به میراثی ماندگار بشه که همچنان هم پابرجاست. لیلی در دوره پهلوی بنیاد فرهنگی رو تأسیس میکنه که حتی جمهوری اسلامی هم نمیتونه شاکله اصلی اونو از بین ببره. نهادی که همچنان سرپاس و برای کودکان ایران کار میکنه. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سال 1344 به ابتکار لیلی امیر ارجمند و با حمایت شهبانو فرح پهلوی در ابتدا به صورت یک کتابخانه کودک پایه‌گذاری و بعد از مدت کوتاهی به نهاد فرهنگی و هنری تاثیرگذار برای گسترش ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان تبدیل میشه. سطح کتاب‌های کودکان و نوجوانان در ایران بالا رفت. استقبال بی‌سابقه بچه‌ها باعث شد همه چی خود به خود پیش بره و کتابخونه‌ها یکی پس از دیگری ساخته شدن. کسانی که در راه‌اندازی کانون با لیلی همکاری کردند، هما زاهدی و احسان یارشاطر بودند. لیلی از خاطراتش با هما زاهدی میگه کتاب‌هایی رو من و هما برای بچه‌ها با هزینه شخصی خودمون تهیه می‌کردیم و به مدارس جنوب تهران می‌بردیم و با همکاری معلما به بچه‌ها معرفی می‌کردیم تا نتیجه کارمون رو ببینیم، اینکه آیا استقبال میشه یا نه.
و این شروع کار کتابخونه‌های دبستانی بود. از اونجایی که نیاز به سرمایه حس می‌شد، شهبانو فرح کتاب دخترک رویا رو ترجمه کردن و نقاشی کتاب رو هم حتی خودشون کشیدن و با پول فروش کتاب اولین سرمایه برای کار کانون تامین شد. کم کم شرکت ملی نفت هم جزو حامیان کانون شد و در بسیاری از مدارس کتابخانه ثابت راه اندازی شد و برای ارسال کتاب به مناطق محروم کتابخانه‌های سیار هم راه اندازی شد و این ایده در اون زمان کم نظیر و یا بهتره بگم بی‌نظیر بود. در روستاها که وسایل حمل و نقل نبود و جاده‌ها ناهموار بود، صندوق کتاب‌ها رو روی قاطرها می‌ذاشتن تا به دست بچه‌ها برسونن. کانون جایی شده بود برای بچه‌ها و در همه مناطق امکاناتش یکسان بود. ولی از اونجایی که منابع فارسی برای بچه‌ها کمیاب بود، لیلی به فکر تولید کتاب میفته که فیروز شیروانلو این کارو به عهده میگیره. او یکی از مدیران برجسته کانون بود که سالانه 23 کتاب چاپ میکنن و کم کم لیلی بخش تئاتر رو در کانون فعال میکنه. حتی در روستاها هم تئاتر اجرا میکردند و مردم به تماشا مینشستن. ماشین توسعه کانون گویی قصد توقف نداشت. جایی که با برگزاری فستیوال‌هایی برای فیلم کودک، کانون پیشگام ساخت اولین فیلم کودکان شد و هر سال فستیوال‌هایی برای کودکان برگزار کرد و این رویداد فرصتی شد برای سینماگران ایران که با سینماگران جهان آشنا بشن. در کنار کار سینما، کانون پیشگام کار صوتی برای کودکان هم شد و گروه قدرتمندی برای انیمیشن شکل گرفت. همچنین بخش‌های هنری دیگه مثل نقاشی و صنایع دستی هم در کانون فعال بود. کودکان با شور و شوق به کانون می اومدن و فقط کتاب نمی‌خوندن، بلکه همراه با مربیان کاردان نقاشی می‌کشیدند و موسیقی و تئاتر هم کار می‌کردند و رایگان از خدمات کانون استفاده می‌کردند. کانون 13 سال با شتاب تا سال 57 پیش رفت و 200 کتابخانه ساخت، 12 فستیوال فیلم کودک و نوجوان برگزار کرد و 300 عنوان کتاب برای بچه‌ها به چاپ رسوند. و اما لیلی بعد از انقلاب به آمریکا میره و کانون به تصاحب انقلابی‌ها در میاد و بر اساس سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی حکومت جدید به فعالیتش ادامه میده. ممنون میشم یک جمله در وصف لیلی امیر ارجمند در کامنت ها بنویسید. سال 2021 ماهنامه سینمایی سایت اند ساوند نام لیلی امیر ارجمند رو در فهرست 100 قهرمان پنهان سینما و جزو افرادی قرار داد که در شکلگیری تاریخ فیلمسازی نقش داشتند و از او به عنوان یکی از معماران کلیدی سینمای ایران یاد کرد و نوشت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از تأسیس در اوایل دهه 40 شمسی خانه تولید بی‌عیب و نقص محصولات فرهنگی ممتاز بود. برای لیلی عزیز هر جا که هستن آرزوی صحت و سلامتی دارم. ممنون از اینکه در کنارم بودید. در ویدیوی بعد همراه هم باشید تا شخصیت دیگه ای رو بهتون معرفی کنم.